بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام بر شما. به اندیشکده استراتژیک خوش آمدید. امروز شنبه 28 فوریه سال 2026 میلادی مصادف است با روز اول جنگ ایالات متحده امریکا و اسرائیل در مقابل ایران. امروز از چند لحاظ یک روز تاریخی است. اول به لحاظی که اسرائیل بزرگترین حملات هوایی طول تاریخ خود بالای یک کشور امروز بالای ایران انجام داده که حدود 200 جنگنده اسرائیلی بالای حدود 500 هدف مختلف در ایران حمله ور شدند و یک اهداف مورد اصابت قرار دادند. امروز یک روز تاریخی از این لحاظ است که بزرگترین حملات موشکی بالای پایگاه امریکایی بعد از جنگ دوم جهانی امروز انجام شده که ایران بالای 14 پایگاه مختلف امریکایی حملات پهپادی و موشکی را انجام داد. و امروز یک روز تاریخی از این لحاظ است که تنگه استراتژیک هرمز که ایرانی ها بارها و بارها در طول سالهای مختلف میگفتند که ما مسدود میکنیم، امروز تنگه هرمز بسته کردن و سپاه پاسداران به کشتی های داخل خلیج فارس که میخواستن از خلیج فارس خارج شوند و کشتی هایی که میخواستن از خارج خلیج فارس داخل خلیج فارس شوند هشدار داد که تنگه هرمز بسته شده، دیگه حق و اجازه از این ندارین که از تنگه هرمز عبور کنین. اسرائیل نام عملیات امروز خود به نام عملیات غرش شیران نامگذاری کرده و ایالات متحده امریکا حملات خود به نام عملیات خشم عظیم نامگذاری کرده. آقای ترامپ و آقای نتانیاهو حملات خود حملات پیش دستانه و حملات بر رفع تهدید قریب الوقوع ایران معرفی کردند و اهداف بسیار بلند پروازانه را بر جنگ تمام عیار خود تعیین کردند که از جمله از این اهداف تغییر رژیم ایران، از بین بردن توانایی موشکی ایران، از بین بردن نیروی دریایی ایران و از بین بردن تهدید هسته‌ای ایران است. و ممکن است اهداف دیگه در پشت پرده از جمله هدف تجزیه ایران هم در میان باشه که کارشناسای ایرانی بارها و بارها این مسئله را مطرح کردند. اسرائیل و ایالات متحده امریکا امروز یک تقسیم کار بین خود داشتند، طوری که حملات اسرائیل متمرکز بر هدف قرار دادن رهبران ایران و همچنان سرکوب پدافند یا سیستم دفاع هوایی ایران بود و تمرکز حملات ایالات متحده امریکا بالای پایگاه موشکی و همچنان نیروی دریایی ایران بود. حملات امروز ایالات متحده امریکا و اسرائیل مثل روز اول جنگ 12 روزه با یک غافلگیری شروع شد. البته بر همه ناظرین و حتی مقامات ایران معلوم بود که جنگ اسرائیل و امریکا در مقابل ایران قریب الوقوع است. پس سوال پیدا میشه که علت غافلگیری چی است؟ علت غافلگیری استفاده ایالات متحده امریکا و اسرائیل از تکنولوژی پیشرفته است و او تکنولوژی پیشرفته چیزی نیست جز طیاره‌های رادارگریز مثل F-35 و پهپادهای رادارگریز که اینا در رادارها مشخص نمیشن پیش از اینکه آژیر خطر در صدا به، پیش از اینکه یا در رادار دیده شوند مردم از صدای انفجار خبر میشه که انفجار صورت گرفت. بنان یک گپ یا خلای تکنولوژیکی که بین ایران و این قدرت ها است در اینجا خدا نشان داد. 2-3 ساعت بعد از حملات ایالات متحده و اسرائیل بالا ایران، حملات متقابل ایران یا ریتالیشن ایران شروع شد که نام عملیات خود به نام عملیات وعده صادق چهارم نامگذاری کردند. عملیات
وعده صادق چهارم ایران با شلیک پیاپی امواج موشکی و پهپادی بالای 14 پایگاه امریکا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صورت گرفت. طور که از بحرین شروع کنیم. در بحرین قسم که شما میدانین مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده امریکا در منامه پایتخت بحرین قرار داره و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان میده که این پایگاه چندین بار مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت و این پایگاه بی‌دفاع بود یا ای که سیستم‌های دفاعیش خاموش بود و تا بالی که من در خدمت شما هستم این پایگاه در حال سوختن است. پایگاه هوایی ایالات متحده امریکا در قطر مورد اصابت چندین موشک و پهپاد قرار گرفت، طوری که بنابر اطلاعیه سپاه پاسداران رادار بسیار پیشرفته FPS 132 بلاک 5 که تا شعاع 5000 کیلومتری میتونه موشکای بالستیک تشخیص بده، این رادار با تمام تجهیزات جانبیش منهدم شد و گرچه قطر تعداد از موشکا و پهپادهای ایران در هوا و در آسمان خود منهدم ساخت، اما اصابت‌های صورت گرفت و تصاویر اصابت‌هایی که در قطر رخ داد هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. در کشور امارات متحده عربی هم حملات بالای ابوظبی صورت گرفت، هم حملات بالای دبی صورت گرفت که متاسفانه در ابوظبی یک نفر در اثر حملات موشکی ایران و یا ای که در اثر اصابت سیستم دفاع موشکی امارات یک نفر کشته شد و همچنان در آسمان دبی موشکای ایران ساقط شد و یک چند اصابت در شهر دبی هم صورت گرفت در روز اول جنگ. در کویت پایگاه امریکا مورد اصابت چندین موشک و پهپاد قرار گرفت و تصاویری که توسط ماورای چینی به ثبت رسیده نشان میده که دود از نقاط مختلف پایگاه امریکا در کویت در حال بلند شدن است و در حال سوختن است. پایگاه ایالات متحده امریکا در عربستان، پایگاه ایالات متحده امریکا در اردن مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفت که اصابت موفق موشک‌های ایرانی در پایگاه امریکا در اردن هم در شبکه‌های اجتماعی تصاویرش منتشر شده و همچنان عربستان. در کنار از این 14 پایگاه ایالات متحده یک کشتی تدارکاتی امریکا در نزدیک جبل علی به نام کشتی MSP مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت و به گفته سپاه پاسداران از رده خارج شده و در حال سوختن است و ماموریتی که داشت ماموریتش هم ناکام شده. حملات ایران بالای اسرائیل، چی در حملات بالای تل‌آویو و چی بالای بندر ایفا و سایر نقاط اسرائیل ادامه داره که تعداد از موشک‌های ایرانی دانستند که از صد پدافند اسرائیل و همچنان پدافند امریکا که ناو جرال فورد در اوجه فرستاده بر دفاع از اسرائیل و همچنان سیستم دفاعی تاد امریکا در اسرائیل مستقر است، از صد از تمام پدافندها عبور کرده و اصابت‌های موفق در تل‌آویو، در حیفا، در پایگاه نظامی اسرائیل به ثبت رسیده که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. رسانه‌های اسرائیلی از هدف قرار دادن وزیر دفاع، فرمانده سپاه پاسداران و همچنان آقای شمخانی که دبیر شورای عالی دفاع بود خبر دادن و گفتن که تمام از اینا کشته شده. بر علاوه از هدف قرار دادن بیت رهبری و شخص رهبر ایران آقای سید علی خامنه‌ای خبر دادند که تاکنون مرگ ایشان تایید نشده که اگر این اخبار واقعیت داشته باشه، بنان ایالات متحده امریکا و اسرائیل تانستند که با غافلگیری اولیه یک مزیت تاکتیکی را در روز اول جنگ بر خود به دست بیارند و جانب ایرانی از کشته شدن بیش از 200 نظامی و غیر نظامی خود خبر داده که از این جمله متاسفانه بیش از 100 نفر
دانش آموزان یکی از مکتب‌های دخترانه ایران بوده که در ساعت اول صبح در صنفای خود در مکتب در جریان درس بودن و یک موشک امریکایی و یا اسرائیلی اشتباهاً در مکتب اصابت کرده و این دانش آموزان متاسفانه کشته شدند. از جانب دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی است که بیش از 200 سرباز امریکایی را کشته و زخمی کرده که البته تا بال ما از رسانه‌های امریکایی آمار ندیدم که امریکایی‌ها کشته شدن یا زخمی شدن سربازای خود تایید کرده باشند. همچنان در اسرائیل از زخمی شدن تعداد زیاد از مردم خبر داده که جراحات سطحی برداشتن، اما از آمار کشته ها در اسرائیل هم تا بال اخبارش منتشر نشده، چون در اسرائیل هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی را خبرنگارها اجازه دارند که پوشش بدن، اما مقرهای نظامی، پایگاه نظامی باید سانسور شود و کسی اجازه نداره که اخبار از او را مورد پوشش قرار بده. ناگفته نمانده که در روز اول جنگ متحدین ایران به ویژه مقاومت عراق و گروه‌های مثل کتایب حزب الله، اصحاب اهل حق، ارتش النجبا و سازمان بدر پشتیبانی خود از ایران اعلام کردند و عملیات‌های خود بر علیه پایگاه و قنصلگری امریکا در اربیل که بزرگترین قنصلگری امریکا در سراسر دنیاست عملات خود شروع کردند. انصارالله یمن تا فعلا ما در اخبار ندیدیم که عملیات خود شروع کرده باشه. در بعضی کانال‌های تلگرامی دیدم که بعضی عملیات موشکی را انصارالله یمن شروع کرده، منتها تا کنون دریای سرخ و تنگه باب المندب انصارالله مسدود نکرده. ممکن است در روز دوم جنگ که فردا باشه انصارالله به تأثیر از ایران که تنگه هرمز مسدود کرده، انصارالله شاید تنگه باب المندب مسدود کنه. و سوال بزرگی است که آیا حزب الله وارد جنگ خواهد شد یا نه، به خاطر از اینکه ناو هواپیمابر جرالد فورد در نزدیک اسرائیل آمده، در نزدیک لبنان آمده. اگر حزب الله وارد جنگ شود نه تنها با اسرائیل درگیر خواهد شد، بلکه ایالات متحده امریکا شاید عملات خود بالای لبنان شروع کنه. چند روز قبل آقای خامنه‌ای گفته بود که مثل که امام حسین به یزید بیعت نکرد، ملت بزرگ ایران هم با آقای ترامپ بیعت نخواهد کرد. و اگر خبر ترور آقای خامنه‌ای صحت داشته باشه و مثل امام حسین به شهادت رسیده باشه، سوال بزرگ ای است که آیا پاسخ ایران یک پاسخ کربلایی خواهد بود و یک پاسخ آخر زمانی خواهد بود؟ و آیا جنگ که به جهت آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با بهانه‌های واهی شروع کردن، آیا این جنگ تمام منطقه خاورمیانه را شعله‌ور خواهد ساخت؟ ایره روزهای بعد نشان خواهد داد. تا برنامه بعدی، خداحافظ و نگهدار شما.